رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: آیا من برایت صدقه را بگویم که از این بالاتر و بهتر صدقه نیست؟ صحابه گفت: چیست یا رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ گفت: الابنة المردوده، دختری طلاق شده، یعنی دختری کسی را طلاق دادند و آن برگشته آمد به خانه پدر و مادر، یا اگر پدر و مادر نباشند به خانه برادرهایش. این دختر متاسفانه در بعض خانه ها یک غم و بار زیادی می گردد، حتی در خانه پدر و مادرش. برادرها به این هم دیگر چشم دیدن ندارند چنین دختر را. اما در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند برای چنین دخترها خرج کردن مبلغ از همه صدقه بهترین است در دنیا. الله مهربان همه ما و شما را توفیق دهد که به این گفته ها و شنیده ها عمل کنیم. برادران عزیز، سخنان خوب را برای دیگران رسانیدن این خود صدقه جاریه است. این نوار را نشر کنید و در ثواب شریک شوید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.